Assalomu alaykum va rahmatulloh. Barodarlar islom. Avvalo kasay xushvaqt ravil alhamdulillah faoliyat ko'rish raftisday. Kasonki davlatlar xorija tani dorin inshaalloh modar xizmat hasti. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول بالهدایة العباد و افضل الصلاة و اتم السلام على رسوله محمد و خاتم الانبیاء والمرسلین حب القلوب و شفائها محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم جامعه مسلمانان. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از آن درودی بیادت مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از اون رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. شاعر در چنین مصرع‌های شعری می‌آورد: بالای ما و شما الله است، آغاز تمام کار بسم الله است. باید که قدم به خاک دانسته مانیم، زیرا که خدا به همه کار آگاه است. عزیزان من، که در روی زمین قدم میمانی انشاءالله آهسته آهسته مان که الله سبحانه و تعالی از همه کار و رفتار و احوال من و تو باخبره. هیچ چیز به خدا پوشیده نیست. چی ثواب میکنی چی گناه میکنی همش آشکار است. الحمدلله. خیال نکی که خدا نمیبینه، خیال نکی که بندش نمیبینه و آفریدگار نمیبینه. نه، بنده عاجز است. ما از این دیوال او طرفش نمیبینیم، لیکن الله سبحانه و تعالی به همه حالتی ما و شما باخبر است. چی آشکاره چی میکنی، چی در خانه میکنی، چی در کوه میکنی، چی در ایرکود میکنی، یکود میکنی، یاپونیا میکنی، این انشاءالله حساب کتاب دارد. گفتی شاعر یعنی زیرا که خدا از همه کار باخبر است. ندارم هیچ گونه توشه ای راه، بجز لا تقنطوا من رحمت الله. یعنی ما هیچ توشه نداریم بجز رحمت الله سبحانه و تعالی. رحمت الله امید کردن، گرچه گناهگاری، گرچه امروز تا امروز هزارها گناه کردی، یعنی جز لا تقنطوا من رحمت الله. انشاءالله خدا خواهد. تو فرموده ای که نو امید میارید، زمان لطف و عنایت چشم دارید. خداست که نو امید نشو، گرچه گناهگار هستی، گرچه تا امروز به نماز بدی، به طاعت بدی، به عبادت بدی، نو امید نشو. گرچه تا امروز چندین گناه ها را برقرار کردی، از خدا نترسیدی، امروز که ترسی خدا که رسید بر این قلبی تو، وقتی که تو به سوی قدم به سوی الله یک قدم موندی، الله 10 قدم میموند. همین انشاءالله خدا خواهد هرگز بنده باید که ناامید نباشد. بعد این معنی میگه بس امیدوارم، ببخشازی آن پس امیدوارم. بعد این کاران امید دارم که الله سبحانه و تعالی الحمدلله گناه ما و شما را میبخشد انشاءالله. لیکن نگردی با ککویت یک سال خونده، با بدیبه با عبرت نگشته، با زینا کرده، این خیلی نیرنگ بازی کنی، اگر خدا را نیرنگت بکنه نبرد. قدمانی انشاءالله خدا خواهد مستحکم ماند. مفتی خدای وعد استعیذ بالله: توبوا الی الله توبة نصوحا. چنان به سوی خدا توبه که توبه نصوح باشد، دیگر برگردنده نباشی به سوی همون گناه، بالای همون گناه، به سوی همون بینمازی، به سوی همون عرقخوری،
و سوی همون زناگری و سوی همون قماربازی، باید که انشاءالله برنگردی. این توبه حقیقی است انشاءالله. خدا خواهد. امیدی درمندان را روا کن، دلی درمندان را دوا کن. کسی که امید دارد که الله سبحانه و تعالی البته انشاءالله خدا خواهد میبخشش، مغفرت میکند انشاءالله خدا خواهد، باید که انشاءالله درد دواش چی از دوره باشد، دوره گناه توبه است عزیزان من انشاءالله خدا خواهد. همه درد یک دوره است، همه گناه هم دوره است، همین دورش توبه است خدا خواهد انشاءالله. هرگز اکن دیگر به نماز نشو، هرگز انشاءالله به اطاعت و به عبادت نشو. صحبت ما امروز وعده کرده بودیم انشاءالله سیوم انشاءالله خدا خواهد پیغمبری عظیم و شان که در تمام دنیا فرزند حضرت آدم علیه السلام ادریس است. انشاءالله خدا خواهد امروز قصه پر مضمون بس همه شما عزیزان میرسانیم. چیزی که سوال شده بود که 25 پیغمبری که در قرآن ذکر شدگی است، 124,000 زیاده پیغمبر اومدگی است عزیزان من در تمام روی دنیا. 25 تاش در قرآن ذکر شدگی است، موندگیش در کتاب های تاریخ قصه ها البته انشاءالله خدا خواهد چی میشود یعنی میارند. و امروز ما و شما دویم پیغمبر نه خدا خواهد بیان نیست، حتی که در قرآن انشاءالله مراجعت کردیم. در قرآن انشاءالله بعد آدم دویم حضرت ادریس علیه السلام ذکر شده است. یکی بعضی در کتاب ها میگه سیوم پیغمبر حضرت ادریس است انشاءالله خدا خواهد. در حق ادریس الله سبحانه و تعالی در دو جای قرآن بیان کردگی از خلاص عزیزان من. سوره مریم آیت 56 و 57، سورت انشاءالله خدا خواهد سوره انبیا آیت 85-86 در حق ادریس ذکر شدگی از خلاص. دیگر در یگان جای قرآن در حق ادریس انشاءالله معلومات نیست. انشاءالله اولین سوره مریم آیت 56-57 نه استعوذ بالله و ذکر فی کتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. خدا سبحانه تعالی ای محمد صلی الله علیه و سلم ذکر کن. کی را ذکر کن؟ در کتاب ادریس ذکر کن. چون که ادریس چی بود میگد؟ یعنی قصه ادریس میگد هر آینه و از وی چی بود میگد؟ راستگویندگان بود. هرگز حضرت ادریس دروغ نمیگفتیان، هرگز. دائم انشاءالله من خدا میگه که صدیق نبیا، یعنی دائم پیغمبر چی میگد؟ انشاءالله راستگو بود. خصلت راست گفتن عادت داشت عزیزان من. حضرت ادریس علیه السلام راست گفتن انشاءالله خدا خواهد یعنی دائم وظیفه خود کرده بود. امروز بالکل اکثر آدمای ما شما دروغ چی شدید؟ دروغ شعار امروز امتای محمد صلی الله علیه و سلم شد. خدا نگه داره. دروغگوی امتی محمد نیست، الکذاب لا امتی. برای همین دروغ گم کنه خدا خواهد انشاءالله. الکذاب لا امتی حدیث صحیح است. کسی که دروغ میگه امتی محمد صلی الله علیه و سلم نمیشه. گرچه نماز خونی نمازت قبول نمیشه. وقتی که پیغمبر امتت نگفته کی ندرکاری؟ تصور کن کی ندرکاری؟ ما و شما یک شعار داریم خدا میبخشه، خدا میبخشه، میبخشه. کی نمیبخشه؟ وقتی که توبه کردی با برگشتی گناه کردنگی چی میبخشه؟ تا تصور کن روز بچه گناه تکرار کردنگی زده میکشیش یا نمی؟ یا زنت گناه کردنگی را گومش میکنی ای خونه سره از استاتیاش هم میمونی فصله نیستاتیا تمام سیاه. ایچی روز میلیون گناه داری یک گرام نمیترسیه، یک گرام بیادی خدا نیست که خدا دیده ساده الله دیده سه نمی. و بین ای راستگوش ادریس خدا در قرآن ذکر کرد کان صدیق نبی گفت خدا. ای گفت محمد یاد بیار گفت ادریس. یعنی ادریس بسیار پیغمبری راستگو بود. از راستگویش میگه 30 صحیفه 30 برق کتاب نازل شدگی حضرت ادریس علیه السلام 30 صحیفه 104 کتاب است. 4 کتاب باشد و یاش ورق است. آدم و ادریس
آدم 10 ادریس نه 30 ورق الحمدلله کتاب نازل شدگی است. اولین میگه صدیق شخصی بود که میگه خطاط بود. اولین خط نویسندگی در اسلام کی بود است؟ حضرت ادریس علیه السلام. ببینید اولین جامعه را دوخت پاره کردنش میگه ادریس علیه السلام آموختگی است. اولین پاره که انشاءالله خدا خواهد لباس است. تا حضرت ادریس هم از پوستی این مولها لباس کرده میپوشیدن. دوری حضرت ادریس اومده لباس دوختنش پاره کرده، لباس کردن حضرت ادریس علیه السلام سر کرده. الحمدلله. ببینید پیغمبر انسان بسیار خدا خواهد چی است؟ انسانی خوب است. بسیار طاعت عبادت میکردن و بسیار در زمین حضرت ادریس انشاءالله خدا خواهد کار میکردن. بسیار چونکی قصهش من برای شما قصه پر مضمون انشاءالله بیان میکنم. در کتابای تاریخ قصص الانبیا گفته کتاب است، میتونین مراجعت کنین. قصص الانبیا درباره حضرت ادریس علیه السلام و پیغمبران گذشته یک به یک انشاءالله بیان میکند. خیلی که ما دو جمعه درباره حضرت بای آدم صحبت کنیم، امروزه که فرزندای حوا انشاءالله خدا خواهد. خب میارن که میگه یعنی مقصد ادریس نام شدنش علم نجوم، علم ستاره شناسی را الحمدلله خدا خواهد معجزه حضرت بای ادریس بوده است. الحمدلله. ببینید چنان میگه عبادت میکرد که حضرت ادریس علیه السلام که حتی فرشتگان دا مقل میشیده، حتی فرشته دیده عبادت حضرت ادریس دوست میداشتن. ببینید الحمدلله. چنان انشاءالله خدا خواهد. حتی که میگه ادریس علیه السلام میگه ولی باز دختن میگه مشغول میشید، هر باری که میگه سوزن میزد سبحان الله الحمدلله الله اکبر میگفت. چون که دایم بیادی کی بود؟ الله. امروز ما بیادی چی هستیم؟ تلفن هستیم. امروز ما بیادی چی هستیم؟ بیادی زنک هستیم. امروز ما بیادی چی هستیم؟ پول هستیم. برای چی هستیم؟ دنیا هستیم. پول یوم که دنیا یوم کلمال یوم. لیکن اینها حضرت ها چی میکردن؟ بیادی کی بودن؟ آفریدگار الله سبحانه و تعالی بود. ببینید هرگاهی که میگه من سوزن میزد به ذکر خدا میزد و به یاد خدا میکرد. همیشه میگه حضرت ادریس صائم الدهر بود، شب و سال روزه میگرفتن. الحمدلله. ببینید و در این وزین بسیار دهقان بود، گندم های بشمار میکرد، در زمین بسیار خدمت میکرد، حتی فرشته تماشاش میکردن. حضرت ادریس علیه السلام روز میگه ملک الموت حضرت فرشته جانگیر، ملک الموت فرشته است که جان ما و شما را میگیرد. همین محکر شدگی است. تاریخش من بیان کردگی هستم، یوتیوب نست، میتونید سعیدی مادرین انشاءالله گوش کنید. ملک الموت میگه از خداوند اجازت گرفت، میگه و به شکل آدمی داخل شد، ماری شد، شکل آدم شد. چون بسیار بزرگ فرشته است، بسیار بلند فرشته است، بسیار بقوت فرشته است. میگن به صورت آدمی گشت میگه و میگه به خانه حضرت ادریس آمد و میگه از جنت یک افقاد طعام گرفت و پیش مهمانی کشید حضرت ادریس شد. الحمدلله. من برای ادریس علیه السلام انشاءالله از جنت طعام اومد، طعام آوردن. وقتی میگه بیگاهی شد، نمازشون روزه را کشایدن، وقتی که روزه را کشایدن میگه چیکار کردن؟ طعام خوردن. میگه حضرت عزرائیل نخورد، چون که فرشته ها از خوردن، آشامیدن، مردی، زنکی منزه. این افسانه نیست، طعام نمیخورن، مردکی نیستن، زنکی نیستن، نفسی ما و شما دادگی نیست. نخورد میگه و میگه به عبادت خداوندی میگه مشغول شد. میگه پگه میگه سحر میگه حضرت ادریس نه عجب اومد که
ندونست که میگه این کیست، این کی باشه، هیچ خیلی که نه طعام خورد، فقط طاعت عبادت میکنه. میگه ادریس علیه السلام سحر گفت میگه بیا، میگفت همراه من یک گفت قدرت خدا را گفت یک صحرا را تماشا کنیم. یا گفت هر دام گفت صحرا میریم، یک صحراها را میبینیم. وقتی که میگه به صحرا رفتن، میگه قدرت را تماشا کردم تا که میگه شاد شی، با از اینم با خرسن شیم الله سبحانه و تعالی را، یعنی چی شه، یعنی ان شاء الله آفریدگی طبیعت دیده شاد شویم. میگه برفتن، میگه وقتی که میگه به صحرا رسیدن، میگه یک توده، میگه یک گیم که گکتر گندم را دیدن. حضرت ملک ما گفت میگه سی ادریس بیا از همین گندم چند خوشه گیریم و بخریم. ببین چند، بیا گفت چند خوشه میگیریم، هر دام گفت گندم میخریم. حضرت ادریس گفت که وا عجبا، گفت او امشب گفت طعام حلال نخوردی، از جنت برای من طعام آوردی حلال نخوردی، این گندمه که ما از صاحبش نپرسیدیم حرام است، میگو بیا طعام خریم. عزیزانی من، کسی که صحرا میروی، انمین حکایه برای من و تو، صحرا میروی، چی گندم است، چی سیب است، چی زردآلو است، چی چیزی که باشد صاحبش نباشد خوردنش بر تو حرام است. من پیغمبر جبرئیل حضرت ادریس گفت، نگفت نمیخرم، گفت چون که صاحب اینا گفت ما اجازت نگرفتیم از صاحب گندم که نپرسیدیمش که ای گندمت بخریم. بعد میگه با کمتر میگه صحرا را تماشا کرده، میگه حضرت ادریس میگه با یک جای میگه با انگرزار اومده که انگرا خیلی انگرا پختگی همین خیلی باغی عجب زیبا. با حضرت میگه عزرائیل گفت میگه از همین گفت انگور نمیخریم. گفته میگه آخه این انگور حق مالی کس است، این باغ دیگر کس است، ما حق نداریم که از مال دیگران دست درازی کنیم، این حرام است برای ما. ببینید چه خیلی انشاءالله قصه خوب. من تو هم خدا خواهد باغ دور مدی، اگر باغ صاحبش نباشد او چیز برای تو حرام است. هری نمون مبارکه بین خدا خواهد، مبارکه چند سال در درون باغ انگور کار کرد، غلام بود، خوجینش میگه همون مهمانان را باغ آورد، گفت که مبارک، گفت بچم از همون انگورا کنده پیش مهمان بیار. میگه چند کنده آورد، در درون انگورا خومشم بود، پختگیشم بود، عرلش بود. بینید گفت بچم من تر انگور گفتم، یه انگور تبی خوم همه پختگی همه. گفت میبخشی، گفت خوجین حالی من انگور نچشیدم که کدمش پختگی کدمش خوبه. برای چی گفت؟ چون که تو من باغ آوردی گفتی که انگور دیگه که خور نگفتی. انا خدا ترسا، یعنی خدا ترسا وجود داره که اسلام قرار داره. از اینجا میگه با کمتر میگه سفر کردیم، رفتیم میگه که یک با گروه میگه 100 میگه گوسفندا با حضرت عزای مکمال گفت میگه ادریس گفت هم یک گوسفند کشته پخته خریم. حضرت ادریس گفت میگه این گوسفند گفت مال دیگرها است، به اجازت کشتن مال دیگرها برای ما حرام است. گفت میگه ببینید پس میگه 3 روز میگه حضرت عزرائیل پیش ادریس علیه السلام مهمان شد. 3 روز الحمدلله هیچی نخورد، هیچی میگه وای نکرد. بعد میگه پرسیدش تو کی هستی؟ تو آدمی؟ چی هستی؟ جینی؟ چی هستی؟ تو نمیخری؟ نه وای میکنی؟ فقط تو عبادت میکنی؟ گفت من ملک الموت عزرائیل هستم. حضرت ادریس میگه آیا برای گرفتن جانی من اومدی؟ چون که پیغمبران نمی اومد. گفت آیا گفت برای جان گرفتن من اومدی؟ عزرائیل گفت نه، من برای جان تو گرفتن ناومدم، بلکه برای سنجش تو اومدم. ترا سنجیدم که تو چقدر پیغمبری برحق هستی. من گندم نخوردم، انگور نخوردم، گوسفند نخوردی، همش حرام گفتی، من برای همین سنجش اومدم.
از گفت که حضرت عیسی گفت که یا برادر، گفت عزرائیل گفت 3 روز از گفت مهمانی من هستی، در همه دوام 3 روز یگان کاس جانش گرفتی؟ گفت به من گشته، گفت همش یک آدم همین یگان کاس گفت جانش گرفتی. گفت حضرت عزرائیل گفت که جان انسان ها گفت مثل یک بالای دستارخان است، همین یک دستارخان میوه ها را میمونی ای کجایش خواهی میگیری میخری، جان بنده همچنان است. گفت من گفت نماینده ها دارم عزیزانی من، نماینده ها دارم. گفت همون نماینده ها هم گفت چیکار میکنن؟ جان کشیده بر حق میارن، تیار میکنن، من فقط جان میگیرم خلاص. عزیزی من بین حضرت عزرائیل با لشکرها دارد، جان تیار میکرین در حلق ما و شما، و نمیخیل حضرت عزرائیل میگیرش خلاص. گفت من چندین جانی آدم ها را گرفتم. گفت طالب خبری گفت ادریس بینید حضرت عزرائیل گفت که میگه ادریس میخوای؟ گفت من با تو برادر شوم، دوستی کنم، برادری حقیقی باشی. گفت که خب. گفت اگر من برادری حقیقی گویی جانی من یک بار میگیری. گفت جانی من یک بار میگیری. گفت انشاءالله که برای که با خوفم ترسم نسبت الله بیشتر شود. گفت این در دست من نیست. گفت حال از خدا بپرس. گفت از الله پرس. گفت الله اگر اجازت دید گفت من جان تا میگیرم. چون پیغمبرها چی بود؟ مجیب الدعوات بود، دعاش اجابت میشد. دعا کرد میگد حضرت الله سبحانه و تعالی اجازت داد که جان ادریس بگیر. جان ادریس میگه گریف، میگد با میگد دراوت جانشه، میگد خیس، میگد و حضرت عزرائیل میگه قچاق کرد. حضرت عزرائیل سوالشه که برادر جان دادن چخل به دست؟ گفت میدانی؟ گفت عزرائیل گفت یک گفت پرنده را، یک حیوان زنده به زنده پوست کندن چخل باشد، جان دادن همچنان به دست کرد. عزیزی من تصور کن، جان بسیار تلخ میشود، از زهر نم قاتل است. حضرت گفت میدانی؟ گفت ادریس گفت من به تو چنان مهربانی کردم که تو چنان به مهربانی من جان تو را گرفتم، با او قدر سختی نه که با تو این قدر گفت چشیدنی جان گفت که چشیدی. اکن گفت دویم گفت وریان گفت من میخوایم که گفت حضرت عزرائیل من یک دوزخ تماشاته، با که تا که ترس و خوف من زیاد شود نسبت الله سبحانه و تعالی عبادتم باز زیاد کنم. گفت به اجازت الله نمیتونم. با دعا کردن الله سبحانه و تعالی اجابت. گفت که ادریس بر گفت 7 قبط دوزخ نشانش داد، عذابا را خیلیش نشانش داد. ببینید وقتی که میگه اینجا بابور مدن گفتن که برادر گفت خیلی دوزخ هم دیدیم، من بسیار تشنه موندم، بسیار جگرم سوخته است. اگه یک جنت هم تماشا ته، یک کروشکه همون اوای جنت یک زنم تسکین یاوم. گفت من به اجازت الله نمیتونم تو را به جنت برم. دعا کردن الله سبحانه و تعالی اجازت داد. گفت که مرحمت، گفت به جنت درالش. گفت وقتی که حضرت ادریس جنت دولمد جنت تماشا کردم، با اذن الله سبحانه و تعالی همین کلیشاش زیر درخت توبه موند. در جنت یک درختی کلانترین درخت توبه است. میگه کلیشاش همونجا موند و چون که وعده بود که میبروی برمده در جنت و گفت برادر گفت عزرائیل او کلیشا موند است. گفت بس من دیده کلیشا من رفته گفته بیا میکن. گشته میگه دیده دور مد و بالای تختای جنت اومد یان باز. ای بین عزرائیل اوه ادریس نمیبروی؟ من نبی گفت وعده خدا های 3 آیت کتی خدا خواهد انشاءالله ما و شما همه ما شما اجرا می شود. سوره آل عمران 185 حضرت ادریس بینید کل نفس ذائقة الموت. خدا گفت از هر یک نفس چشنده مرگ است. عزیز من هر یک نفسی که خدا آفریده است
خواه جوانی، خواه پیر هستی، خواه بای هستی، خواه کمبغل هستی، خواه کروتای هستی، میچشی شربت مردن انشاءالله خدا خواهد. عزرائیل گفت من چشیدم. گفت که طوری جان تا گرفتم با جان تا گفت در آوردم. خب دویم وعده خدا از گفت سوره مریم آیت 71 دست اعوذ بالله و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. خدا گفت در قرآن گفت وعده های، یعنی هر یکی از شما گفت نیست گفت مگرم به دوزخ گذرگاهش است. گفت البته به دوزخ میگذرد. گفت مفسر کرام بسیار همین کلمه انشاءالله خدا خواهد یعنی واردها را پل صراط گفتیم، یعنی از پل صراط گذری هر یک انسان میشید است. از من هر یک انسان گذرش خیلی میشید است. بعضی ها هم که یک باداری میگذرن، بعضی ها ریاکتی مثل عملیاتاری میگذرن، بعضی ها مثل برق میگذرن، بعضی ها میگن مثل اسب دوان میگذرن. عزیزی من خدا خواهد انشاءالله ابن مسعود این حدیث روایت میکند. بعضی ها میگن دویده میگذرد، بعضی ها پیاده میگذرد، بعضی ها بموندن زمان میغروند. حتی فرشته ها میگد در اطراف میگد همون پل صراط میگد چنگکاش که ایستاده است میگه میکشه زدن دوزخ. نه آیا گفت من دوزخ دیدم؟ گفت بله. گفت دوزخ دیدی؟ و آخرین وعده خدا است. گفت سوره انشاءالله خدا خواهد عزیزانی من حجر آیت 48 میتونین مراجعت کنین. استعیذ بالله لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین. آنهایی که گفت خدا در جنت انشاءالله خدا خواهد برمدن دیگر از جنت برمدن نیست. وعده خدا از گفت من دوزخ دیدم انشاءالله خدا خواهد جانت دیدم جنت برمدم دیگر که نمیبرم. برای دیجای نعز میکنی از کن. الله سبحانه و تعالی حضرت عزرائیل گفت که من در تقدیرات ادریس کشیدگی هستم. این کتی کار دکه نباشه. کسی که زنده به زنده اولین در جنت داخل شده است همین حضرت ادریس علیه السلام است. عزیزان من و شمارم اگر بالانگی موندگی چیزا را حرام نخوریم، من و شمارم انشاءالله زندگی خوب کنیم، حقی کس نخوریم، مالی کس نخوریم، یک باغ داده تیپ پیچ نکو، یک رئیست کر خدا خود دزی نکو، دیگر نکو، از خدا بترس. همه چیز جزا دارد، شیرینی ها جزا دارد. از یاد نبرد. هیچ کس نمیبیند، رب میبیند. حضرت عمر شب در کوچه های مدینه میگشت. یک جای برفت که میگد مادر و دختر جنگ دارد. مادر است که دختر جان آب بیار، شیر مو امروز کم است، زندگی ما از بالای همین شیر فروشی است، یک مرد آبش کنیم باز نفقه را زیاد نمیکنیم. گفت که میدانی مادر جان. گفت بای عمر قرار برآورده کسی که شیر نه انشاءالله آب علالش میکند جزا نکشیده میشود. آن گفت در این شب تار عمر ما از کجا دیده؟ دختر می خیر. گفت عمر ندیده صاحب عمر اعلا میدیده است. که گفت میگه نمون مادرش شیر علالش کنه. همون دختره سحر بچه‌شون حضرت عمر داماد کردن، کیرین کردن. الحمدلله. همچنان خدا ترس باشه. هیچ کس نمیبیند، که رب میبیند که الله میبیند که انشاءالله خدا خواهد. وقتی که حضرت ادریس در جنت موند تمام فرزنداش در فراق میگه ادریس میگریستند، داد میگفتند. شیطانی معلوم پیش میگه فرزندای ادریس اومد گفت که شما چی تشویش میکشه؟ من خواهی پدرتون بیارم. گفتن آره. میگد یک شکل صورتی میگد پدری حضرت ادریس کرد. همه شکل و زیباییاش مثل میگد ادریس بود، فقط یک جاش سخن نمیکرد خلاص. گفت انا من زیارت کردن گیره من پدرتون من آوردم. از همون زمان بت پرستی سر شد. میگد شیطان ملعون مرجوم مردود پرستیدنی انشاءالله چیدن
یعنی بوت سر کرد. ببینین عزیزان من، انشاءالله خدا خواهد من سر شد. تا امروز بت پرستا در دنیا وجود دارن. کسانی هستن که شیطان خدا میگن، کسانی هستن که درخت، کسانی هستن که حیوانه، کسانی هستن که ماله، کسانی هستن که گو خره، همه چیز عبادت میکنه که دنیا نهی. خدا نگه دارد. بلکه ما چی هستیم؟ الله پرست هستیم انشاءالله خدا خواهد. الحمدلله ما خدا خواهد فقط که را پرستش میکنیم الله. حق العباد میگه علی العبد ان تعبد الله ولا تشرک به شیئا. حق بنده میگه بالای خدا چیست؟ همان است که میگه فقط خدا را عبادت کنه و به خدا یگان چیز شریک نیاره. حق ما چی است؟ بالای الله فقط الله عبادت کنیم. بجوز الله هیچ چیز عبادت نکنیم عزیزان من. همه شرک است. همین روز خریستیان ها برای چی مشرک شدن؟ چون که عیسی بچه خدا گفتند. نعوذ بالله من ذلک. برای چی یهودا مشرک شدن؟ چون که عزیر بچه خدا گفتند.